کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان درباره بعد چند روز مرگش خبر یافتن و پیدا کردن جسد یک پیرزن تنها در منزلش در پایتخت شهر دوشنبه خبر داد. بنا به اطلاع این نهاد، روز 5 ایول سال 2023 نوبدار شعبه کارهای داخلی نویه سینای پایتخت به قسم نوبداری کمیته ولایت‌های فوق‌العاده زنگ زده خبر داده است که یک ساکن سالمند کوچه جبو رسول پایتخت خانه 45 چند روز باز از خانه خود بیرون نمی آید. یگان سر و صدای از داخل خانه هم شنیده نمی شود و به زنگ در و کوفتن در پاسخ هم نمی دهد. امدادگران ریاست ولایت‌های فوق‌العاده شهر دوشنبه به جای حادثه رسیده در را باز کردند و در داخل خانه پیرزن 83 ساله را پیدا کردند که از دنیا گذشته است. از بس که این پیرزن تنها میزیست، کسی خبر نیافته است که این حادثه که اتفاق افتاده است. نجات دهندگان جسد پیرزن را به کارمندان میلیسه سپردند. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده گفت تفتیشات سبب‌های مرگ پیرزن را معاین خواهد کرد. تفصیلات دیگر حادثه در دست نیست. درباره شخصیت پیرزن یگان معلومات داده نشده.